در یک سال نه کمتر از 10-15 نفر اویلا با من بیوسته مراجعت میکنن که دختران یوش هستند. در سیما و در سکه و سیماشون یگان کمبودی نیست، یعنی زن هستند اویلا برپا کردن. ولی وقتی که میآیند در اینجا میبینن بچه‌دانشون مثلا انومالیا دارد، یعنی علت مادرزادی، بچه‌دانی دو شاخه است، یا که کاوکی بچه‌دانش علت دارد، یا اینکه در وقتش یکون بار اسقاط حمل کردن بچه‌دانش تا به درجه تراشیدن که ای همون بزل نیسلو، یعنی که قبضی که از بای اندومتری هر ماه رشد میکند همون قبض تراشیدن علت دادن، آسیب دیده است این قبض و پرده لابی کاواکی بچه‌دانی خوب از اون انکشاف کردن نمیتونن. بنابر همین اگر ما تخم‌جیره رو در شرایط لابراتوری بردار هم کنیم، در همون زمین کشتیم، در همون کاواکی بچه‌دان حامله‌داری نمیچسبه. پس در چنین حالت‌ها چی باید کنن این آدم‌ها؟ اینا حق ندارن که مادر شوند. یک دقیقه دیگر و یا دو نفر اویلا برپا کردن، زن و شوهر جوان هستن، میآیند همون زنشون عموما بچه‌دان ندارد. پس ببینید آدم ها اویلا برپا کردن، آدم ها با امید زن و شوش شدن که فرزند تولد کنن، اما علت مادرزادی دارد که بچه‌دانش نیست. پس اینا حق ندارن مادر شوند؟ حق دارن. بسیار ضرور است که در تاجیکستان همین قانونگذاری همین جدا تغییرات علاوه وارد شود و همین کار ما اجازه داده شود در حالت‌های استثنایی گفته.